سلام دوستان، امروز مطلبی که میخوام باهاتون به اشتراک بذارم التهاب پانکراس یا همون پانکراتایتیس هستش. پانکراس کجا قرار داره؟ در لفت آپر کوادرانت قرار داره، یعنی سمت چپ بالای شکم. اگه شکم رو به 4 قسمت ما تقسیم بکنیم، سمت چپ بالا قرار داره. بعد عملکردش چی هستش؟ دو تا عملکرد داره، عملکرد اگزوکرین و اندوکرین. اگزوکرینش که آنزیم های لازم برای هضم غذا رو تولید میکنه، پروتئاز، لیپاز، آمیلاز، که هر کدوم عملکرد جداگانه دارن. پروتئاز پروتئین رو دایجست میکنه، لیپاز چربی ها رو و آمیلاز کربوهیدرات ها رو هضم میکنه. وقتی ما غذایی میخوریم تا بیاد وارد روده بشه، پانکراس هم اینا رو تولید میکنه و باعث دایجست شدن غذا میشه. عملکرد اندوکرینش که باعث درون ریز هست، یعنی داخل خون میریزه، انسولین هست. برای تنظیم قند خون پانکراس میاد انسولین ترشح میکنه و تولید گلوکاگون هستش. حالا چه دلایلی باعث میشه که پانکراس بیاد التهاب بکنه؟ التهاب درش اتفاق بیفته، مصرف طولانی مدت و زیاد الکل هستش. بعد یه مدت الکلی ها، اینا که زیاد الکل مصرف میکنن، باعث مکررن پانکراتایتیس میشن. باشه میدونین که اطراف پانکراس ارگان های زیادی وجود داره. مجاری کیسه صفرا هستش، خود کیسه صفرا هست، کبد هست، مجاری همون کبد هست که همشون میان وصل میشن این مجراها به هم دیگه و کامن بایل داکت رو درست میکنن، یعنی یه مجرایی که دیگه میریزه داخل روده و اینا. بعد دیگه هر کدوم از این ارگان ها اگر مشکلی پیدا بکنن، باعث میشن که پانکراس دچار التهاب بشه. همچنین جراحیایی که روی هر کدوم از این ارگان ها انجام بشه یا حتی روی خود پانکراس هم انجام بشه، احتمال داره باعث پانکراتایتیس بشه. همچنین ERCP چی هستش؟ یه اقدام تشخیصی هستش، سیتی آنژیوی پانکراس هستش. و هر کدوم از اون مجراها هم که مشکل داشته باشه، باز دوباره میتونه باعث التهاب توی مجرا توی پانکراس بشه. چه علائمی میتونه باشه مریضی که پانکراس داره؟ اولین علائمی که هر مریضی میتونه اگر پانکراتایتیس باشه به اورژانس ها مراجعه بکنه، درد شدید ناحیه اپیگاستر هستش